چیزی بوده نزدیک مثلا 20-21 سالم بود. خب همه اینا تازگی داشت و سعی کردم که خیلی بخونم، خیلی برم دنبال این که ببینم مثلا جمهوری اسلامی چه کارهایی انجام داده. بعد تازه فهمیدم که مثلا کشتار دهه 60 چی بوده و خب همه اینها باعث شد که من به مسئله حقوق بشر علاقه‌مند شدم و وارد فعالیت در این حوزه شدم که اول به خاطر اینکه خیلی برای من اعدام ها پررنگ بود و اینکه خب چرا باید اصلا آدم ها رو به خاطر عقیده و باورشون بکشن، این باعث شد که من بیام در حوزه اعدام فعالیتم رو شروع بکنم. غیر قابل قبول بود که من بخوام بپذیرم که دیگران بخوام برای من تصمیم بگیرن که من چه کار بکنم، چی بپوشم، کجا برم، کجا کار بکنم و همه اینها خب چیزایی بود که من دوست نداشتم و قبولش نمی‌کردم، بدون اینکه حتی بدونم اصلا حقوق زنان چیه، بدون اینکه بدونم که اصلا چه کار باید کرد در برابر این فرهنگ و این در واقع قوانین. امنیستی وجود نداشت. واقعا همونطور که گفتم ما فعالان حقوق بشر خیلی احساس تنهایی می‌کردیم، خیلی احساس بی‌پناهی می‌کردیم از اینکه خب هیچ سازمانی نیست که صدای ما باشه، یا برای مثال چیزهایی رو که ما داریم ازش حرف میزنیم ولی صدامون به جایی نمیرسه، سرکوب شدیم، در زندان هستیم، تحت خطر هستیم، حداقل امنیستی انعکاس دهنده اونها باشه. هیچ کسی در هیچ کجای دنیا به خاطر باورش، به خاطر عقیدهش، به خاطر اساسی ترین حقوقش، ابتدایی ترین حقوقش مورد ظلم قرار نگیره و این توی فکر میکنم که الان در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که داره میفته در دنیا مسئله خیلی مهمیه که بیشتر باید بهش پرداخته بشه و من دوست دارم به عنوان یک مدافع حقوق بشر بتونم نقش خودم رو برای رسیدن به اینجا، به این همین چیزایی که گفتم رو ایفا بکنم. نقش سازمان‌های بین‌المللی و امنیستی متاسفانه الان به این شکل شده که خب میگم همه این معاهده‌های بین‌المللی، همه این میثاق‌های بین‌المللی، همه این قراردادهای جهانی خب وجود داره، کشورها امضا کردن که بهش پایبند باشن، ولی خب وقتی می‌بینیم که الان پایبند نیستن، هیچ قدرت اجرایی انگار که وجود نداره در برابر اینها که بخوان اینا رو متوقف بکنن. من فکر میکنم که نهاد یا سازمانی مثل عفو بین‌الملل میتونه با بسیج جهانی حداقل نزدیک بشه به اینکه این صلح برقرار بشه، این احقاق حقوق بشر اتفاق بیفته.